أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکاری، یعنی کتاب در مسئله ذکرها، باب فضل الذکر والحث علیه، یعنی باب در مسئله فضیلت ذکر و همچنین تشویق برای ذکر، برای انجام دادن ذکر. پس ما و شما از این باب 3 درس گرفتیم و درس امروزه امان از حدیثی 1420 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود که درس گذشته ما و شما درباره ذکرهای مقید، ذکرهای معینه که بعد از نمازها گفته می شد بیان کردیم. و درس امروزه امان حدیث 1420 و حدیث 1421 درباره دعا بعد از نماز. وقتی نماز را سلام میدهیم، بعد از ذکرهای نماز را گفتن چی دعاها، چی طلبها را ما بکنیم، چی دعا را بگوییم خوب است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1420 مش میگوید و عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، یعنی از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الکلمات. میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می برد به الله جل جلاله بعد از نمازها به این کلمه ها، یعنی این دعاها را رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نمازها می گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند که اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و اعوذ بک من فتنة القبر. رواه البخاری. میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را بعد از نمازها می گفتند. معنی این دعا چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، یعنی ای بار الها من پناه می برم به تو از ترس و از بخیلی، یعنی من پناه می برم به تو ای الله جل جلاله، ترس را از دل من دور بکن و بخل و بخیلی را همچنین ای الله جل جلاله از دل من دور بکن. و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعا میکرد که میگفت ای بار الها من پناه میبرم به تو از ان ارد الى ارذل العمر، از این که بیرسم من به پیری که انسان رو خار نشان میدهد. و ارذل العمر یعنی پیری که انسان عقلش را از دست میدهد، پیری که انسان همه چی را فراموش میکند. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا میکرد که الله جل جلاله من از این طور پیری پناه طلب میکنم به تو، یعنی اون طور پیری که محتاج شود و پیری که همه چی را فراموش کند و عقلش را از دست بدهد، ای الله جل جلاله به اون پیری مرا نرسان. و اعوذ بک من فتنة الدنیا، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعا میکرد میگفت که ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از فتنه دنیا، یعنی از فتنه دنیا ای الله جل جلاله من به تو پناه طلب میکنم از فتنه های دنیا مرا دور بگردان. و اعوذ بک من فتنة القبر، و همچنین میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از فتنه قبر، از عذاب قبر. همچنین ای الله جل جلاله به تو من پناه طلب میکنم که من رو از فتنه قبر، از عذاب قبر محفوظ نگه بدار. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعاها را
میگفت بعد از نماز، یا که بعد از تشهد، یعنی در داخل نماز بعد از تشهد این دعاها را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود دعای مقید یا دعایی که بعد از نماز گفته می شود، یا میتونه بگیم این مقید نیست، این هر وقت میتواند انسان این دعا را بکند. هر وقت میتونه که این دعا را بکنی که اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنه الدنیا و اعوذ بک من فتنه القبر. این دعا را همه وقت انسان میتواند بگوید. اما در داخل نماز هم بعد از التحیات و بعد از تشهد و بعد از صلوات ها میتواند که این دعا را بگویید، جایز و درست است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1420 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1421 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1421 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن معاذ رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذ بیده و قال، میگوید از معاذ رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست معاذ گرفت و حضرت معاذ رضی الله عنه را رسول الله گفت یا معاذ، گفت ای معاذ والله اینی لاحبک، گفت قسم به ذات الله که من تو را دوست می‌دارم. اولا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را گفت که معاذ قسم به الله که من تو را دوست می‌دارم. یعنی وقتی که انسان یک کس را دوست بدارد، راه‌های نجات را برای اون انسان یاد می‌دهد که راه نجات چی است، راه پیروزی و کامیابی چی است. برای اون میگه انسان یاد میدهد، برای انسانی را که دوست بدارد یاد میدهد راههای پیروزی را. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ رضی الله عنه را گفت که من تو را دوست میدارم. بعد از این گفت که فقال، رسول الله گفت که اوصیک یا معاذ، گفت وصیت میکنم، سفارش میدهم تو را ای معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، یعنی ترک نکنی بعد از هر نماز گفتنی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی این دعا را بعد از هر نماز گفتنش را فراموش نکنی، ترک نکنی گفتن این را. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا وصیت کرد معاذ را که بعد از هر نماز این دعا را بگو، و همچنین لا تدعن توکیدی بالای توکید قطعی که حتما یعنی که حتما ترک نکنی، نباید که ترک بکنی بعد از نماز گفتن دعای اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک را، یعنی این را فراموش نکنی. پس این دعا چی معنا دارد؟ اللهم اعنی علی ذکرک، یعنی ای بار الها کمک بکن من را در ذکر کردنت، که تو را همیشه یاد کنم. ای الله مرا کمک بکن، مرا توفیق بده که من همیشه با یاد تو باشم ای الله جل جلاله. و شکرک، و همچنین ای الله جل جلاله مرا کمک بکن، توفیق بده که شکری تو را بجا بیارم، شکری آن نعمت هایی که، شکری آن فضل و بزرگی که، شکری ایمانی که به من داده الله جل جلاله، شکر اون را من بجا بیارم. و حسن عبادتی، و همچنین دعا میکنیم که ای الله جل جلاله کمک کن مرا برای خوب ادا کردن عبادتت، یعنی من عبادتایت را خوب و کامل و پره ادا بکنم، ای الله من را کمک بکن. پس این دعا را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای حضرت معاذ تعلیم داد. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کردگی است. و این دعا هم همچنین میتونیم که بگویم مقید است برای بعد از نماز، یعنی نماز را خواندی میتونی دعا کنی، یا که در داخل نماز هم بعد از
تشهد و درود را خواندن میتونی که این دعا را بگویی و همیشه این دعا را هم گفتن جایز است. یعنی بعد از نمازهای نافله هم بعد از نماز بعد از هر دعا میتونی که این دعا را بکنی، یعنی از الله طلب بکنی که تو را توفیق بتید برای ذکر کردنش و برای شکر الله را به جا آوردن و برای خوب عبادت الله را به جا آوردن. از الله کمک خواستن همیشه جایز و درست است. پس این بود دو حدیث. دعا میتونیم در داخل نماز بگوییم و میتونیم بعد از نمازها بگوییم. بعد از این میارد حدیثی 1422 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1422 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا تشهد احدکم، گفتن هنگامی که تشهد خواند یکی از شما، فلیستعذ بالله من اربعین، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت پس اون انسان اتحیات خواننده در داخل نماز بعد از اتحیات خواندن یستعذ بالله، یعنی که پناه ببرد به الله جل جلاله، من اربعین، یعنی از 4 چیز. انسان باید از 4 چیز میگه پناه ببرد. اون 4 چیز چی است؟ یعنی که این دعایی هست که بعد از اتحیات رو میخونیم، بعدش درودو رو میخونیم، بعد از اون این دعا را کردن حتمی است. این دعا چی است؟ این دعا این هست که اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال. انا همین دعا بعد از اتحیات خواندن و بعد از درودها را خواندن حتمی هست. بعضی علما میگن که این را گفتن واجب است در نماز، یعنی تا همین اندازه که حکم وجوبیت را دادگی هستند. بعضی علما میگن که سنت است. مثلا یکی از علمهای تابعین طاووس رضی الله عنه میگه روز فرزندش را دید که در نماز خواند، در نمازش انا همین دعا را نگفت. حضرت طاووس رضی الله عنه فرزندش را امر کرد که نمازش را از سر بخواند، نمازش را اعاده بکند. چرا؟ زیرا اینکه حضرت طاووس به همین اعتقاد بود که این دعا را گفتن واجب است، اگر نگویی نماز درست نمی شود. پس از این حساب بعضی علما میگن به گفتن این هم نماز درست می شود، اما بعضی میگن که باید این دعا را بگویی تا اینکه نماز درست شود. پس ببینید ما بگوییم خوب است یا نگوییم؟ حتما بگوییم. چرا؟ زیرا اینکه اگر که گفتیم با اتفاق علما نماز ما درست شد، نماز ما سالم شد، زیرا که ما دعا را گفتیم. اما اگر این دعا را نگفتیم اختلاف است درباره نماز ما که آیا درست شد یا نه. بعضی علما میگن درست می شود، بعضی علما میگن درست نمی شود، اختلاف می شود. پس برای از اختلاف برآمدن چیکار میکنیم؟ این دعا را بعد از اتحیات و درودها را خواندن میگوییم. در جای همون اللهم اغفر لی که ما و شما تاجیکا میگوییم، درباره اون یگان حدیثی صحیح نداریم، از اون دیده بهتر و خوبتر این دعا را در جای همون بگوییم. در جای آن این دعا را گفتن افضل و بهتر و خوبتر می باشد. از اختلاف دور می شویم که بعضی علما میگویند که این دعا اگر گفته نشود نماز اون انسان درست نمی شود. چطور که حضرت طاووس فرزندش را امر کرد که نماز از سر نو بخواند به خاطر اونه که این دعا را نگفته بود. پس این هست حدیث 1422 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بعد از اتحیات خواندن پناه طلب بکن به الله جل جلاله از 4 چیز. آن 4 چیز چی است؟ یکمش اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم، میگوید که ای بار الها من پناه طلب میکنم به تو از عذاب دوزخ، یعنی ای الله مرا از عذاب دوزخ دور بگردان، مرا به دوزخ نزدیک نگردان، من را از دوزخ حفظ بکن ای الله جل جلاله. این یکم دعا، یکم طلب از الله جل جلاله است.
و دویم طلب و من عذاب القبر، همچنین ای الله جل جلاله مرا از عذاب قبر نگه بدار، زیرا اینکه در قبر همچنین عذاب هست. در قبر برای انسان هایی که عاصی و گناهگار هستند در قبر عذاب وجود دارد. چطوره که حدیث رو داریم امام بخاری و مسلم روایتش میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کنار دو قبر میگذشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که انهما لیعذبانی، گفتن صاحب این دو قبر عذاب کشیده ایستادند، و ما یعذبانی فی کبیرین، اما عذاب این دو کس گفت در یگان کار کلان و بزرگ نیست، یعنی یگان کاری بزرگ کردگی نبودن، اما احدهما، یعنی در نظرشون کاری بزرگ نبود، اما کار خودش گناه است، اما در نظر انسان شاید او گناه نمیدانست. میگه که اما احدهما، یعنی یکی از اینها، فکان لا یستبرئ من البول، یعنی خودش بعد از پیشاب کردن پاک نمیکرد، تازه نمیکرد، یا در وقتی پیشاب کردن همون پیشابای کردگیش وقتی که چاش میخورد در پوچش میرسید، در لباسش میرسید، در بدنش میرسید، یعنی که بعد از طهارت شکستن، بعد از پیشاب کردن خودش خوب پاک نمیکرد. ببینید این را بعضی شاید گناه نمیدونن، اما انا همین چیز سببی در قبر عذاب شدن صاحبش گشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما احدهما فکان لا یستبرئ من البول، یعنی یک تا اینها خودشان رو از پیشاب، بعد از پیشاب کردن پاک و تازه نمی کردند، این سبب عذابش شد. دویمش چیکار میکرد؟ و اما الاخر فکان یمشی بالنمیمة بین الناس، اما گفتن دویمش در بین مردم خبرکشی میکنند، در بین مردم خبرکشی میکنند. ببینید این رو خبرکشی رو بعضی شاید گناه نمیدونن، اما این سببی عذاب دیدن و سبب عذاب کشیدن صاحبش در قبر گشته است. پس در قبر هم عذاب وجود دارد، ما اهل سنت و الجماعت به همین اعتقاد هستیم. پس در نماز میگیم و من عذاب القبر، یعنی ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از عذاب قبر، مرا از عذاب قبر حفظ بکن، نگه بدار، در قبر ای الله جل جلاله من را عذاب نده. بعد از این دویم عباره، دویم پناه بردن بود. سیم چی؟ و من فتنة المحیا والممات، ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از فتنه زندگی و از فتنه مرگ، یعنی از فتنه زندگی و از فتنه مرگ ای الله جل جلاله من به تو پناه طلب میکنم. فتنه زندگی یعنی بلا و مشکلاتی که بالای انسان میآید، شاید انسان گرفتار شود به یگان مشکلاتی که اون انسان با گناه و معصیت از اون مشکلی خلاص شود. پس ای الله جل جلاله هر مشکلاتی که آخرش با معصیت به پایان میرسد، ای الله من از اون مشکلات به تو پناه طلب میکنم که مرا از اون مشکلات حفظ بکن. و مشکلات فتنه ممات یعنی فتنه مرگ این است که وقتی که انسان در حالت مرگ میشود، میگوید که شیطان نزد این انسان میآید و برای این انسان تلقین میکند این انسان را به گناه و معصیت، بر روی گرداندن از توحید امر میکند، فرمان میدهد. پس ما پناه طلب میکنیم ای الله جل جلاله ما را از همین حالتی که در حالت مرگ شیطان میخواهد از ما استفاده برد، ما را راهگم بزناند، ای الله ما را حفظ بکن. این سیوم طلب است که الله ما را از اینها، از فتنه زندگی و فتنه مرگ ما را حفظ کن، نگه بدار. و آخرین طلبی که در نماز ما و شما میکنیم، دعا میکنیم و من شر فتنه المسیح الدجال، یعنی ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از بدی فتنه مسیح الدجال، از بدی فتنه مسیح، یعنی از فتنه مسیح الدجال ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو که من را حفظ بکن از فتنه مسیح دجال. پس فتنه مسیح دجال یک فتنه بزرگی است که تمام پیغمبران امتانش را از فتنه مسیح دجال
بر حذر داشتگی هستند و امتانشان را خبردار کردگی هستند که یک فتنه بزرگ در پیش دارد که آن فتنه مسیح دجال است. یعنی بسیار فتنه بزرگ است. پس ما همیشه در نماز دعا میکنیم که الله جل جلاله مرا از این فتنه مسیح دجال، از این فتنه بزرگ حفظ کن، نگه بدار که در اون فتنه نافتم. پس این هست دعاهایی که بعد از تشهد و درودها خوانده می شود. چطور گفتیم بعضی علما خواندن این دعا را، این دعای زیبا را، ببینید چقدر یک مسئله های مهم را برای هر یک مسلمان در این دعا ذکر شدگی است که عذاب دوزخ و عذاب قبر و فتنه زندگی و مرگ و فتنه مسیح دجال، این مسئله های مهم ذکر شدگی که است. باید همیشه ما در نمازمون این دعا را بکنیم تا اینکه الله جل جلاله ما را از این مصیبت ها، از این مشکلات، از این عذاب و دهشت ها حفظ کند و نگه بدارد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1422 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1423 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1423 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن علی رضی الله عنه قال، یعنی از علی رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند اذا قام الى الصلاه، وقتی که در نماز می ایستادند، وقتی که از جایشان می خیستند برای نماز خواندن، در نماز راست می ایستادند، یکون من آخر ما یقول بین التشهد و التسلیم، یعنی که یکی از آخرین دعاهایی که بین التحیات و سلام میگفتند، یعنی بین التحیات و بین سلام آخرین دعایی را که میگفتند، یکی از دعاهایش میگه انا همین دعا بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از سلام دادن این دعا را میگفتند که اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از التحیات خواندن و درود را خواندن آخرین این دعا را میگفتند، یعنی یکی از آخرین، فقط اینه، یکی از آخرین دعاهایی که میگفتند انا همین دعا را میگفتند و بعد از این میگه رسول الله در نماز سلام میدادند. یعنی که این دعا همچنین برای داخل نماز است، میشود در داخل نماز، در بیرون نماز هم گفته میشود. اون دعای بالا هم ذکر کردیم در بیرون نماز هم گفته میشود، اما در نماز گفتنش چطور گفتیم؟ بعضی علما واجب میگویند، بعضی علما سنت، اما در داخل نماز و در بیرون نماز هم همه وقت میشود این دعاها را گفت، زیرا که اینا طلب هستند، همه وقت گفتنشون جایز است. پس این دعا چی معنا دارد؟ اللهم اغفر لی، یعنی ای بار الها ببخش من را، ما قدمت و ما اخرت، اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، یعنی ای بار الها ببخش از من آن چیزی را که قدمت، یعنی که در گذشته کرده بودم، و ما اخرت، و آن چیزی را که در آینده میکنم، آن گناهی که در گذشته کردم و در آینده سهوا و خطا گناهایی را که میکنم، ای الله جل جلاله آن گناهان را ببخش. و ما اسررت و ما اعلنت، ای الله جل جلاله ببخش برای من آن گناهان را که پنهانی انجام دادم. اسررتونه که در جای پنهانی کسی ندید گناه کردم، ای الله جل جلاله آن گناه من را ببخش. و ما اعلنت، و هر آن گناهی را که آشکارا انجام دادم، ای الله جل جلاله گناه های آشکار انجام دادگی مرا هم ببخش. و ما اسرفت، ای الله جل جلاله ببخش مرا همچنین در آن چیزهایی که اسراف کردم، یعنی از حد گذراندم در کاری که به درجه گناه رسید، ای الله جل جلاله آن اسراف من را ببخش. و ما انت اعلم به منی، ای الله جل جلاله و هر آن کاری که انجام دادم تو داناتر هستی به آن چیز از من دیده. ای الله هر کاری که من کردگی هستم
تو میدانی و تو داناتر هستی. ای الله جل جلاله کارهای گناه و معصیت من را ببخش. انت المقدم، ای الله جل جلاله تو سبقت دهنده هستی. و انت المؤخر، ای الله جل جلاله تو عقب اندازنده هستی، تو به عقب می اندازی، یعنی پیش اندازنده، سبقت دهنده و پیش اندازنده و پیش کننده برای کار ای الله تو هستی. عقب کننده و عقب اندازه از عقب اندازنده ای الله تو هستی. پس من را حفظ کن. لا اله الا انت، نیست معبود بر حق بجز تو ای الله جل جلاله. پس این دعا را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند و بعد از این سلام میدادند آن نمازشان را. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این دعاها را در نماز خوانده می شود، همچنین در بیرون نماز هم این دعاها را گفتن جایز و درست هستند. پس این بود حدیث 1423 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1424 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله این حدیث 1424 کتاب ریاض الصالحین را درسی آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه من را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.